تپه بود خیلی بلند بود. رفتم روی تپه دیدم این چراغ‌های اونجا روشن، شمع هم روشن کرده بودن که شب شد. یه گفتم حالا پیدا شد، راحت شدم. خیلی ترس بود. اونجا فقط یکم تو بیابون من گرفتار شدم. دیگه تو بیابون دیگه رفتی اینجا چیزی داد نگاه؟ دیگه رفتیم اونجا همه هم سوال من میگه تو تنبری نبودن. دیگه من از پشت چادر اینا رفتم بالا عرضم دیگه آذرین زدم. کجا رفتم به سر خودم رفتم نرسید. رفتم با محمود خیلی سخت، خیلی دیرم وسط تهران گمدنم. علی آباد گم شد، انگه معروف به منطقه علی آباد. محروم بودند به خاطر کاهش بودجه برنامه‌های اجتماعی به شدت آسیب دیده و در پایین‌ترین سطح جامعه قرار گرفتند.
هستند سردبیر یکی از نشریات انگلیسی. I think, we've got a million young people unemployed in this country. کاری و مسائل اقتصادی و آشوب‌های اجتماعی ارتباط دارد با کاهش بودجه دولتی در بخش‌های عمومی و شمار بیکاران در انگلیس افزوده خواهد شد و احتمالاً شاهد بروز ناآرامی‌های بیشتری در شهر لندن و دیگر شهرهای انگلیس خواهیم بود. Probably will see more chaos on the streets. سوای مسائل مربوط به تبعیض نژادی در یک سال گذشته افزایش هزینه‌های بخش آموزش و همچنین کاهش خدمات دولتی اعتراضات زیادی را در پی داشته است. با این حال دولت کامرون به رغم اعتراض و اعتصاب گسترده مردمی برنامه‌هایش را پیش برده است. آیا حوادث کنونی انگلیس مقامات این کشور را بیدار خواهد کرد یا دولت همچنان بر تبهکار بودن معترضان اصرار خواهد ورزید؟ پاسخ هرچه باشد مشخص است که دولت نمیتواند همچنان سر خود را روی برف نگه دارد، چرا که در کمتر از یک سال آینده 30مین دوره بازی‌های المپیک در لندن آغاز خواهد شد. طبیعی است که برخورد غیر منطقی لندن با سال 2020 هزینه‌های زیادی برای انگلیس خواهد داشت. लेडीज का पीछे बॉक्स नहीं شنونده کان نیوروز هستید. همونطور که خدمتتون عرض کردم فردا پنجشنبه در برنامه پیک بامدادی یکی از مسئولین شرکت خودروسازی سایپا میهمان برنامه خواهند بود و به سوالات شما پاسخ خواهند داد. اگر به هر نحوی از محصولات یا خدمات این شرکت استفاده می‌کنید و نظری دارید یا سوالی دارید امروز روز دهمه نه؟ پیامک‌های خودتون رو ارسال بکنید. همکاران من در برنامه پیک بامدادی حتما با شما تماس خواهند گرفت. از اینکه امروز هم کان نیوروز رو همراهی کردید کسی گرفت نگرفتم رفت ها؟ یاد بکنید. با اعلام ساعت 14:44 دقیقه و 44 ثانیه روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. یک خونده شو میشینه یک ساعت واسش مردم تلفن میزنه. اینقدر عجیب تلفن میان واسه یه زنی زنگ زد ایشو شوهرم میگه من کافرم، نه روزه میگیره میگه نه نماز میخوام، من چیکار کنم؟ غذا واسش درست کنم یا درست نکنم؟ شوهرت خجالت بکشه از تو که زنش اینقدر با ایمان و با غیرت افغانستان تو زنی مثلا اینقدر شعار بد الله هدایتش بعد یکی بچه زنگ زد گفت بابا من اینجوریه